به نام خدا، سلام. به کانال بافتنی گل نرگس خوش اومدین. آموزش امروزمون آموزش یک مدل کلاه، حالت کلاه فرانسوی یا کلاه شل هست و برای تمام سایز ها میتونین ببافین. پسران و دختران هم زیاد نداره. و اینکه برای شروع بافتمون باید دور سر رو داشته باشیم، اندازه دور سر. فرض بکنیم که اندازه دور سری که میخوایم براش کلاه رو ببافیم 55 سانتی متر باشه. 55 سانتی متر اندازه دور سرمون هست. ما 5 سانت از این مقدار کم میکنیم که میشه 50 سانت. منهای 5 مساوی با 50 سانتی متر. برای اینکه بفهمیم که برای این 50 سانتی متر چند تا دونه باید سر بندازیم، شما باید با کامواتون، با کاموایی که میخواین کلاه رو ببافین و ضخامت میلی که مناسب کامواتون هست و میخواین با اون هم ببافین، باید 20 تا دونه برای نمونه سر بندازین. این 20 تا دونه رو چون که مدل شروع کلاهمون با مدل کشباف یک زیر یک رو هست، حتما باید این نمونه 20 تا دونه ای رو هم با کشباف یک زیر یک رو ببافین. وقتی که بافتینش یه مقدار بکشین، اون 20 تا دونه رو یه مقدار بکشینش، عرضش رو اندازه بزنین و به این شکل توی تناسب قرار بدین. فرض کنین که این 20 تا دونه من، فرض میکنیم که این 20 تا دونه نمونه من عرضش شده 10 سانتی متر. خب حالا برای دور سری که ما 5 سانت ازش کم کردیم و شد 50 که زیر سانتی متر می نویسیمش، میخوایم ببینیم که چند تا دونه احتیاج داریم. مثل تناسب این دوتایی که روبروی هم هست در هم دیگه ضرب میشن، یعنی 20 ضرب در 50 و تقسیم بر این دونه، این تعداد که میشه 100 تا دونه. یعنی اگر عرض نمونه من شد 10 سانتی متر و خواستم برای دور سر 50 سانتی متر دونه سر بندازم، حتما باید 100 تا دونه سر بندازم. من چون دارم برای نمونه میبافم و میخوام سایز کوچیک ببافم، 60 تا دونه با میل و کاموات سر میندازم. شروع کلاهمون به خاطر مدلی که قسمت بالای کلاه هست و کشباف سلانیک هست، شروع کلاهمون هم حتما باید کشباف یه زیری رو باشه. من این مقدار دونه رو سر میندازم. من 60 تا دونه سر انداختم و شروع میکنم به بافت کشباف یه زیری رو. حدود 5-6 سانتی متر به دلخواه کشباف یه زیری رو میبافیم. حالا میتونین کمتر ببافین ارتفاعش رو، میتونین هم بیشتر ببافین. بعضیا دوستان کشباف کامل روی پیشونی رو بگیره، بعد از اون مدل کلاه شروع بشه. بعضیا هم نه، دوستان کوتاه باشه کشباف. پس این مقدار سلیقه‌ایه و به اون مقداری که دوست دارین کشباف رو ببافین. من این مقدار کشباف رو بافتم و الان میخوام قسمت بالای کلاه رو ببافم. این لبه تمیز بافت رو، اینجا رو که این خطهای اوریب داره، اینجا رو روی بافتمون قرار میدیم و اینجا میشه پشت بافتمون. برای بافت کشباف سلانیک ما اینطوری شروع میکنیم. دونه اولی رو من رد میکنم. دونه بعدی ببینین بافتش از رو هست. من دونه رو میبافم، دونه بعدی بافتش زیره. به جای اینکه اینجا وارد کنم، یک دونه میرم پایین تر و از اینجا میلو وارد میکنم و دونمو از زیر میبافم. بعدی از روها معمولی، بعدی از زیر هست، از اینجا وارد میکنم و میبافم. دونه های رو معمولی، دونه های زیر از دونه رج قبلی. ببینین اینجا نه، اینجا. به این ترتیب تا آخر رج دونه های رو معمولی و دونه های زیر از دونه رج قبلی بافته میشه. رج های پشت رو هم ما به همین ترتیب می بافیم. الان پشت بافتم هستم. توی رج پشت هم
دونه اولی رو که رد کردم، اون دونه‌ای که از رو هست از رو میبافم، اون دونه‌ای که از زیر هست باز هم از دونه قبلی میبافم. روها معمولی، زیرا از دونه قبلی. از این به بعد تمام رج هامون به همین شکل بافته میشه، یعنی چه رج های روی بافت و چه رج های پشت بافت. وقتی ما میخوایم دونه زیر رو ببافیم از دونه رج قبلیش میگیریم و میبافیم. این خودش باعث میشه که بافت ما از بعد از کشباف معمولی باز بشه و یکم حالت شل پیدا میکنه، یعنی گشاد میشه از بعد از کشباف قسمت لبه کلاه. این کلاه چون حالت همین فرانسوی و کلاه شل داره باید از ارتفاع معمولی یه مقداری بیشتر ببافین، مگه اینکه دوست نداشته باشین همون حالت معمولی داشته باشه. ولی به طور معمول باید از ارتفاع، مثلا اگر کلاهمون 20 سانت هست تا 22 سانت ببافیم و بعد شروع بکنین به کم کردن، یا اینکه تا همون 20 سانت ببافین بعد شروع کنین کم کردن. ما معمولا 5-6 سانت مونده به انتهای کلاه شروع میکنیم به کم کردن. برای این کلاه همون مثلا اگر ارتفاع کلاه معمولی 20 سانت هست، 20 سانت رو که بافتیم بعد شروع میکنیم به کم کردن. یا اگه دوست داشته باشین خیلی کلاه شل بیفته 22 سانت مثلا میبافین و بعد شروع میکنین به کم کردن. بعد یه مقداری هم که بافتین، حالا الان نه، یه مقداری که بافتین، اولا که مدل یه مقداری که ببافین مشخص میشه، بعدم که یه مقدار که بافتین این بافتتون رو بکشین یه مقدار رو به پایین تا این دونه ها از همدیگه باز بشه. چون وقتی ما دونه رو از رج قبلی میبافیم در واقع انگار که یه دونه رو در میکنیم. ببینین وقتی که از اینجا میبافیم در واقع انگار یه دونه در میشه، به خاطر همین یه ذره باید بکشینش به پایین که بافتتون از همدیگه باز بشه. پس فعلا دیگه میبافیم تا آخر کلاه. من این مقدار رو بافتم، برای سایز کوچیکی که من دارم میبافم این مقدار کافیه. البته چون گفتم میخوام این لبه تمیز بافت روی بافتم باشه از این سمت میشه. پشت رو نداره، جفت طرفای بافتمون شکل همه. ببینیم بالا چقدر خوشگله، یه کشباف خیلی خوشگل. و از این قسمت هم ببینین همینطور که میبینین از این قسمت خود به خود گشاد شده بافتمون. ارتفاعش رو گفتم که چون که حالت شل و فرانسوی داره بلندتر از حد معمول ببافین. من این مقدار رو بافتم و الان میخوام کم بکنم. 5 سانت 4 سانت مونده به اون آخری که دیگه اون ارتفاعی که تصمیم گرفتین باشه. 5 سانت و 4 سانت مونده به اون آخر ما برای کم کردنش این کار رو انجام میدیم. دونه اولی رو رد میکنم، این دونه ای که از رو هست رو میبافم چون میخوام اول دونم دونه زیر باشه. این شکلی کم میکنم، 2 تا یکی از زیر، یه دفعه 2 تا یکی از زیر انجام میدم، یه دفعه 2 تا یکی از رو، دوباره یه بار 2 تا یکی از زیر، 2 تا یکی از رو، 2 تا یکی از زیر، 2 تا یکی از رو. همینطور تا آخر رج تمام دونه ها رو 2 تا یکی میکنیم. این که من دونه اولی رو رد کردم به خاطر اینکه میخواستم این 2 تا یکی از زیرام در ادامه این خط زیر باشه. شما هم حالا ممکنه که اینجا زیر باشه، اگه دونه بعد از دونه اول یعنی دونه دومتون از زیر بود 2 تا یکی از زیر انجام بدین، بعد 2 تا یکی از رو، به همین ترتیب به شکلی که اون 2 تا یکی از زیرایی که انجام میدیم در ادامه این خط باشه. ببینید در ادامه این خطمون باشه. اینجا هم 2 تا یکی از زیر کردم، 2 تا یکی از رو و همینطور تا آخر رجم. خب آخر رجم ببینین این یک دونه من اینو 2 تا یکی از زیر کردم، این 2 تا یکی از رو، این یه دونه رو همونجوری میبافم دیگه 2 تا یکی نمی کنم، چون ما دونه آخر رو هیچ وقت 2 تا یکی نمی کنیم. این یک دونه رو هم بافتم. بعد توی رج پشت هر چی که میبینیم همونو میبافیم، یعنی اگه دونمون از زیر هست از زیر میبافیم، اگه از رو هست از رو میبافیم. دیگه هم کشبافمونو دونه های زیرمونو از دونه قبلی نمیگیریم، همون کشباف یه زیری روی معمولی، یعنی مثل پایین بافتمون، مثل پایین کلاه لبه کلاهمون
همین کشباف یک زیر یک رو میبافم تا آخر رج. خب بازم رسیدم به روی بافتم. فعلا ما این کار رو حدود همون 4-5 سانت انجام میدیم. از این قسمتی که دوتا یکی کردیم همین یه زیر یه رو کشباف یه زیر یه رو من میبافم. به اندازه حدودی همون گفتم که 5 سانت مونده به بالا باشه. همینجا از این قسمتی که دوتا یکی کردیم 4-5 سانت میبافیم و بعد ادامه کم کردن. خب این قسمت بالای کلاهمون که این شکلی شد و توی این رژ من دوباره ببینید این مقدار رو بافتم حدود 5 سانت. بعد دوباره تمام دونه ها رو دوتا یکی میکنم. دونه اول و البته نه همه دونه ها رو دیگه فرق نمیکنه، دوتا یکی از زیر هم میتونین همه دونه هاتون رو انجام بدین. پس تا آخر رج همه رو دوتا یکی از زیر میکنم. بعد از اینکه همه دونه ها رو دوتا یکی کردین نختون رو به اندازه‌ای که برای دوخت درز کافی باشه قیچیش کنین و از سوزن رد کنین. بعد هم از بین همه دونه ها اینو ردش بکنین. این سوزن ها از بین تمام دونه ها اینو باید رد کنیم. خب از بین همه دونه ها من ردش میکنم. بعدم نخمو میکشم تا این بالا کامل جمع بشه. البته چون تعداد دونه های من کمه اینجوری شد. اگر یک کلاه تو اندازه های واقعی باشه خب بهتر میشه. بعد اینجا رو به هم دیگه متصل میکنیم، کامل میکشیم. ببینین کامل میکشیم بعد متصلش میکنیم به این سمت و بعد هم درز رو میدوزیم. یه نکته خیلی مهم براتون بگم. ببینین این قسمت ها، این قسمت گیسباف لبه کلاهمونه. ببینین لبه کلاه ما این حالت رو، این حالت گندمی رو داره. خب این طرف هم همینطور. این طرف هم میشه اینجا این قسمت گندمی. حالا ما از اینجا شروع میکنیم این گندمی رو. ببینید کلاه هم به رو قرار دادم. این لبه تمیزش رو به رو قرار دادم و درز رو میخوام بدوزم. این قسمت گیسباف، این قسمت گیسباف دوتا کنار هم قرار دادم. بعد از اون ببینید اگر من از داخل این بگیرم، از داخل این گندمیا بگیرم و برم، حالا اگه پست مربوط به دوخت درز رو دیده باشین، اگر از داخل این گندمیا بدوزم و برم اینجا یه خط زیر میافته، دقیقا مثل همین خط بافت زیری که هستش. ولی من نمیخوام این خط زیر بیافته چون اینجا هم ببینین یه خط زیر دارم. نمیخوام دوباره این وسط که بیفته به هم دیگه چسبیده میشه و یه خط زیر این وسط چسبیده به این خط زیر میفته. به خاطر همین میخوام اینجا ظاهر بافتم حالت رو داشته باشه که مثل این فاصله ها باشه. به خاطر همین از داخل این گندمیا من سوزن رو رد نمی کنم. از این طرفش ببین این گندمی اول، دوم، سوم از اینجا وارد میکنم، از بالا میارم، از پایینی میکشم بیرون. دوباره این یکی هم همینطور. ببینید این گندمی من هست، به جای اینکه از داخلش برم از این بالا میام، از این بیرون میام و از اینجا نخو میکشم بیرون. دوباره همین جایی که نخم بود از اینجا و اینجا. اون طرف هم همینطور از اینجا و اینجا. پس حواستون باشه از داخل این گندمیا نمیرین، از بیرونش میرین. اینجا هم ببینین گندمی من اینجاست، یه ذره پیچ میخوره، به خاطر همین باید برش گردونین. گندمی من اینجاست که از بیرونش رد کردم. این طرف هم همینطور. من یه مقداری این درز رو ادامه میدم که شما ظاهرش رو ببینین.
به این ترتیب. خب حالا ببینین اینجا فاصله افتاده که من وقتی بکشم این سوراخم کامل باید بکشیم جمع بشه. ببینید وقتی که من میکشمش عین یه فاصله بین این دوتا خط زیر میفته، دقیقا اینجاست. وقتی که کامل جمعش میکنیم این دوتا این شکلی کنار هم قرار میگیره و این وسط حالت بافت رو پیدا میکنه. تا آخر من میدوزم و در نهایت نخش رو قیچی میکنم و بین بافتم مخفی میکنم. ببین همون جایی که نخ هست وارد میکنم، از پایینیش خارج میکنم. تا انتها باید درزمون به همین ترتیب دوخته بشه و تا این لبه به این شکل. در نهایت هم حالا وقتی که درز رو دوختین کلاهتون به این شکل در میاد و روی سر قرار میگیره. حالا چون که من سایز کوچیک بوده این کوچولو شده، ولی خیلی روی سر این کلاه خوشگل و شیک وامیسته. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. لطفاً حتما پست رو لایک کنین، نظرتون رو توی کامنت ها بنویسین و اگر عضو کانال نیستین دکمه سابسکرایب رو بزنین تا عضو کانال بشین. ممنون از توجهتون.